سلام، شب و روز همگی بخیر. آقا کی گفته طلسم ولی فقیه خرد و خاک شیر شده؟ نه جدی، کلینگ خامنه ای رو تو نظام دوغ هم حساب نمی کنن. بفرمایید، شما شخصیتی برجسته تر از این خرچنگ عمامه دار تو نظام سراغ داری؟ ببینید چجوری عظما رو حلوا میکنه. بیعت با جانشین صالح امام، بزرگی که خطش خط امامه، با همون اخلاص، با همون شجاعت، با همون شهامت، با همون تدبیر 25 سال بعد از ارتحال امام عظیم الشأن اون راه رو ادامه دادن. ایشان ترجمان خط امام است و مفسر واقعی خط امام، راهنمودهای مقام معظم رهبری است. اگه هر کس تو ابعاد فلاکت ولی فقیه و عمق دریوزگیش شک و شبهه‌ای داشت، با دفاع این خرچنگ از بازی به یقین رسید که آقا وضعیت خیلی خرابتر از این حرف هاست. با خصوص این که این خرچنگ کپ کرده بعد از این قربون صدقه رفتن زورکی از خامنه مستقیم رفت سراغ جرخوردگی نظام و پیله کردن به ریش بنفش شکفری. ما رو مسائل فرهنگی حساسیم. ما که میگم یعنی کل ائمه جمعه سراسر کشور، موضعمون در رابطه با نظام موضع آغاست. موضع مقام معظم رهبری تقویت دولت ها بوده و ما هم بر همین باوریم. بخواهن مسئولان خدمت کنن باید حمایت بشن، ولی این به معنای ترک امر به معروف و نهی از منکر نیست. رفقا، با زبون خرچنگی آشنایی دارید یا موشکاف واسهتون ترجمه کنه؟ میگه آقا جون، علی گدا واسه زهرخوری پایه است، منتها فقط اتمی. اگه بخواید زهر اجتماعی و حقوق بشری و این حرفا واسش سرو کنید کلامو میره تو هم. گرفتی شیخ بری؟ کاری نکن خرچنگ دهنش وا بشه و اسم ببره ها. مسئول محترمی گفته است به زور شلاق نمی شود مردم را راهی بهشت کرد. آن که اینو اینطوری معنا کنیم، این که مردم را آزاد بگذاریم هر کاری که میخوام بکنن، در عرصه اخلاقی آزاد، در عرصه سیاسی آزاد، در عرصه اقتصادی آزاد، حدود الهی رو بشکنن، امر به معروف و نهی از منکر هم نداشته باشیم. به صراحت میگویم این معنا مورد تأیید هیچ کس و هیچ مسئول در نظام اسلامی نیست. اصلا وظیفه ما وقت تمام شده. این معنای نادرست مورد تأیید هیچ کس نیست، به هیچ مسئولی هم نمیشه نسبت. بله، به این ترتیب رئیس جمهور نظام شد مسئول محترم. آزادی آکادمیک بنفش اعتدالی هم شد شکستن حدود ولایی. یعنی حسن حواستو جمع کن، اگه ملت رو به زور نفرستیم بهشت، اون وقت ملت کل نظامو به زور میفرستن جهنم. افتاد؟ معنای این حرف این باشه که ما حتی موظف نیستیم جاده بهشت رو هم صاف کنیم. این معنا هم درست نیست. اصلا رسالت حکومت دینی همینه که جاده بهشت رو صاف کنه،
فضای بهشتی شدن رو صاف کنه، مأموریتشون همینه. ای به اول و آخرتون لعنت که به اسم صاف کردن جاده بهشت و صاف کردن فضای بهشتی شدن 35 سال ایران ما رو جهنم کردی. اگه مأموریت شما صاف کردن جاده بهشته، مأموریت ملت ایران صاف کردن فک شما آخوندهای از خدا بیخبره. یک مأموریتی نشونتون بدیم که تو تواریخ بنویسن. بله